مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید عملیات نظامی این کشور علیه جمهوری اسلامی طی چند هفته آینده پایان خواهد یافت، نه چند ماه دیگر. در سوی دیگر گزارش ها این است که آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کرده است. پرسش های اساسی این است که در کل این جنگ تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ پیروز و برنده این جنگ کی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی و یا هم آمریکا و اسرائیل؟ آیا این جنگ به زودی خاتمه پیدا میکند؟ سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده انعکاس هستید. برای بحث بیشتر در برنامه مهمان داریم کارشناس مسائل آمریکا دکتر علی ودایی. من میزبان یوسف خان لاله هستم. آقای ودایی بسیار زود به برنامه خوش آمدید. اگر آغاز کنیم از این سوال که بسیار از منتقدان میگند که این جنگ خلای مشروعیت حقوقی دارد، به نظر شما آمریکا چی یک اشتباه بزرگ را انجام داد که به خاک ایران حمله کرد؟ خب سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترمتون. آن چیزی که ما امروز داریم در عالم روابط بین الملل مشاهده میکنیم یک ناهنجاری سخت و به نوعی بیقانونی هستش، چیزی که تحت عنوان بازگشت به قانون جنگل ازش یاد میشه. اقدام نظامی علیه ایران توسط امریکا و اسرائیل به لحاظ حقوق بین الملل فاقد مشروعیت هستش، یعنی ساختارهای هنجاری که بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم شکل و فرم گرفته بود به نوعی دچار یک ناهنجاری سخت شده، اتفاقی که فراتر از پرونده ایران پیامدهای ناگواری رو بر روابط کشورها خواهد داشت. شاید اینجا لازم بشه یک پرانتز باز کنیم برای اینکه فهم بهتری نسبت به موضوع داشته باشیم. ما در عالم روابط بین الملل آن چیزی که در جنگ اوکراین داریم مشاهده میکنیم، آن چیزی که در تنش‌های تایوان داریم مشاهده میکنیم، یا آنچه که در ماجرای ونزوئلا رخ داد، همه متأثر از تغییر وضع‌کشی‌های روابط بین الملل هستش. ما همواره مشاهده کردیم که قدرت‌های سنتی، اعضای کلوپ قدرتمندان، حتی در اوج دوران جنگ سرد هم همواره تلاش می‌کردند هنجارهای رابطه بین‌المللی رو حفظ کنند. اما امروز اون ساختارهایی که به نوعی تلاش می‌کرد مانع وقوع یک جنگ جهانی بشه، عملاً در این فرآیندها داره به چالش کشیده میشه. میتونیم بگیم که ساختار حقوق نظام بین‌الملل در نقطه فروپاشی قرار گرفته. اما اون چیزی دیگه لایه متفاوت بهتره بگیم که داریم مشاهده میکنیم فرایند شکلگیری تهاجم نظامی علیه ایران، چه آنچه که در جریان جنگ 12 روزه دیدیم و آن چیزی که ما امروز در میانه اون قرار دادیم، متأثر از تعارض منافع و توسعه طلبی امریکایی ها هستش. مشخصا و صراحتا من میتونم بگم که شکلگیری این جنگ، وقوع این جنگ با توجه به سند امنیت ملی امریکا و بازگشت اونها به دکترین جیمز مونرو قابل پیش بینی بود. شاید در ظاهر امریکایی ها میگویند که تمرکزشون روی نیمکره غربی خواهد بود، شاید امریکایی ها بگویند دیگر به شرکای اروپایی خودشون اعتماد نخواهند کرد. اما در عمل ضمن تجارت‌سازی امنیتی که دونالد ترامپ داره دنبال میکنه، به دنبال این هستند که منافع خودشون و بازیگران مؤلفه ساز قدرت رو به نوعی در معرض فشار قرار بدن. بله آقای ودایی، قسمی که امریکا میگه که اسرائیل حق داره سلاح اتمی یا هسته‌ای داشته باشه اما ایران حق نداره که سلاح اتمی یا هسته‌ای داشته باشه، نظر روابط بین الملل و حقوق بین الملل در این باره چی است؟ نکته‌ای که وجود داره، ما در پرونده ایران صراحتاً داریم اتفاقی که مشاهده میکنیم این هستش که اماکن تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در معرض تهاجم نظامی قرار گرفتن. حداقل تا این لحظه که ما با یکدیگر صحبت میکنیم در 3 نوبت نیروگاه هسته‌ای بوشهر به نوعی مورد تهاجم قرار گرفته، اگرچه اصل بنای هسته‌ای تا این لحظه آسیب جدی ندیده. اما مسئله‌ای که وجود داره تخریب اماکنی که ذیل نظر آژانس مشغول فعالیت بودن هم باید به عنوان یک
ناهنجاری ازش یاد کنیم. در رابطه با تسلیحات اتمی اسرائیل، نکته‌ای که وجود داره این هستش که اسرائیلی‌ها در نگاه ابتدایی همواره درگیر یک معماواره بقا و امنیت هستند. یعنی چه؟ یعنی برای اسرائیلی‌ها هر واقعه یا اتفاقی که تحت عنوان تهدید نظامی ما ازش یاد می‌کنیم، براشون به نوعی ورود به یک معماواره بقایی و یک وضعیت سخت قلمداد میشه. بنابراین تلاش میکنن امنیت خودشون رو ذیل تسلیحات اتمی، ذیل توسعه ناوگان تهاجمیشون، ذیل توسعه جنگنده های خودشون تلاش میکنن که تعریف کنن. برای پاسخ به سوال شما من میتونم بگویم که ما با نوعی پارادوکس را مواجه هستیم. یعنی چه؟ یعنی این که در شرایطی که ما باید به سمت خلق سلاح هسته‌ای در روابط بین‌الملل حرکت کنیم، در شرایطی که باید هنجارهای نظام بازدارندگی هسته‌ای باید حفظ بشه، در سطح کلان شاهد فروپاشی این موضوع هستیم، شاهد تضعیف شدید این مسئله هستیم. در منطقه غرب آسیا هم در شرایطی که باید تلاش بشه خلق سلاح هسته‌ای رخ بده، در شرایطی که باید با توجه به اتمسفر سرشار از فضای آنارشیکی که داریم مشاهده میکنیم باید به سمت پاکسازی هسته‌ای و خلق سلاح هسته‌ای حرکت کنیم. مشاهده میکنیم که تل‌آویو همچنان تسلیحات اتمی داره، همچنان به فعالیت‌های خودش خارج از پروتکل‌های NPT ادامه میده. بله، جهان شاهدی بوده که بعد از هر جنگ کلان یک ابرقدرت نو به میان آمده. آیا در آخر این جنگ ایران ابرقدرت جدید دنیا خواهد بود؟ ما در سطح تحلیل سیستمی یک سری از بازیگران را تحت عنوان بازیگران سنتی قدرت‌های سنتی غرب آسیا بهشون نگاه میکنیم. بازیگرانی که در تاریخ غرب آسیا ایفای نقش کردن، دارای یک پشتوانه تمدنی هستند. خب ایران هم میتونیم بگیم که یکی از این بازیگران هست. نکته‌ای که وجود داره این هستش که اگر در یک جنگ یک طرف میدان به نوعی شکست نخوره، بنا به گفته چرچیل اون قدرت به نوعی توسعه پیدا میکنه و سطح بازدارندگیش افزایش پیدا میکنه. همکنون میتونیم بگیم که بحثی که ذیل عنوان جنگ منطقه‌ای داره تعریف میشه یک فرآیند ویژه هستش، فرآیندی که در فردای پایان جنگ به نوعی میتونیم به این نکته بپردازیم که معادلات خاورمیانه به کدام سمت سو خواهد رفت. ببینید ما پیش از این یک واقعه، یک سناریو میکینگ تحت عنوان 7 اکتبر داشتیم، واقعی که منجر به خروج ایران و اسرائیل از جنگ در منطقه خاکستری شد. الان یک رویارویی مستقیم یا یک نبرد بهتره پینگ پونگی در جریان هستش. فردای پایان جنگ به نوعی وزکشی‌ها و موازنه وحشت بین ایران و اسرائیل به نوعی سناریوها و پیامدهای آتی منطقه رو تعیین خواهد کرد. یعنی چه؟ یعنی که صرفا ما ایران رو نمیتونیم در میان بگذاریم. بازیگران دیگری مشخصا شاید اینجا لازم باشه به نقش ترکیه گریز بزنیم، شاید لازم باشه درباره نقش عربستان سعودی و مصر صحبت کنیم. در فرآیندهای پیش رو این بازیگران هم خواسته یا ناخواسته متأثر از پیامدها و اون چیزی که تحت عنوان موازنه وحشت در فردای آتش بس ازش یاد میکنیم جایگاه اون رو تغییر خواهد کرد. نکته‌ای که وجود داره اینجا این هستش که جنگ 12 روزه یک اتفاق، یک واقعه بود، واقعی که به نوعی وزکشی نهایی رو تعیین نکرد. اما من فکر میکنم اون چیزی که الان امروز داریم مشاهده میکنیم داره به این سمت حرکت میکنه که به یک نقطه ویژه برسه. مسئله‌ای که وجود داره، شاید فهم من از تهران این باشه که تهران دیگر نمیخواد به سمت فروزن کانفلیکت یا کنترل سطح تنش و فریز سطح تنش بره. تهران فارغ از آن چیزی که در میدان داریم مشاهده میکنیم به دنبال ایجاد شرایطی هستش که اسرائیلی‌ها دوباره به سمت توسعه تنش و به نوعی ناآرامی در غرب آسیا حرکت میکنن.
بله آقای ودا، اگر بپرسم شما نقش روسیه و در کل چین را و متحدان اصلی جمهوری اسلامی را در این نبرد چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا قسمی که بالایشان شمار میشد که یک بازیگران بسیار قوی منطقه بودن، او رقم نقش ایفا کردن؟ نکته‌ای که وجود داره در جریان لشکرکشی امریکایی ها به خاورمیانه، شاید بتونیم بگیم یک هدفگذاری پنهان وجود داره. هدفگذاری پنهان مقابله با نفوذ قدرت‌های شرقی هست. خب ما اشاره کردیم به بحث آنارشی و تقابل در کلوپ قدرتمندان. شاید لازم باشه اندکی از ماجرا فاصله بگیریم برای اینکه فهم بهتری داشته باشیم از تعارض منافع ایالات متحده با شرکای شرقی در خاورمیانه. ببینید ظرف 2 دهه اخیر وزن‌کشی‌ها بین چین و روسیه با امریکا و اروپا دچار نوعی تغییر شد. خب آن چیزی که در انقلاب آبی 2014 مشاهده کردیم در اوکراین، آن چیزی که در جریان شکل‌گیری جنگ اوکراین مشاهده کردیم و برخورد ناتو، برخورد سخت بهتره بگیم، ناتو با ارتش روسیه همگی متأثر از این فضا بوده. اگر بخوایم حالا نگاهی سیستمی داشته باشیم به آن چیزی که در خاورمیانه می‌گذرد، یک اتفاق ویژه چند سال پیش در دوره جو بایدن رخ داد. شاید در نگاه ابتدایی یک خرد اتفاق بود، اما من از اون به عنوان نوک کوه یخی یاد میکنم که تحت عنوان نفوذ اژدهای زرد به غرب آسیا ازش یاد میشه. در جریان آشتی ایران و عربستان سعودی اتفاقی که رخ داد، چینی‌ها ایفای نقش کردن. من خاطرم هست در اون دوره ریاست جمهوری آقای جو بایدن رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، نشریات امریکایی اشاره داشتن به اینکه چینی‌ها اژدهای زرد به نوعی سلطه خودشون و جای خالی امریکا رو به نوعی پر کردن. این اتفاقی نیستش که اگر بخوایم از منظر دکترین جیمز مونرو بهش نگاه کنیم، یعنی نیمکره غربی برای امریکا متسرد این هستش که در نیمکره شرقی هم جای پای چین و روسیه به نوعی محدود بشه. امریکایی‌ها ذیل تهاجم به ایران، ذیل لشکرکشی به ایران، ذیل حضور در شاهرگ انرژی غرب آسیا، یعنی مشخصا تنگه هرمز را من دارم خدمت شما عرض میکنم، شاید در اندیشه‌هاشون و نگاهشون به این فکر میکنند که فردای جنگ با ایران بتوانند روی کریدورهای انرژی چین فشار وارد کنند. شاید دارن به این فکر میکنند که نفوذ روسیه رو در غرب آسیا به نوعی محدود کنند. اما ایفای نقش چین و روسیه فکر میکنم بیشتر تا امروز یک نقش ناظر بوده، مبتنی بر اینکه دارن تلاش میکنن رصد کنن آن چیزی که در حوزه میدان نظامی تا اینجای کار داره میگذره. در حوزه دیپلماسی هم ما مشاهده میکنیم که چین و روسیه به عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دارن تلاش میکنن به نوعی سطح تقابل ها رو کنترل کنن. اینجا یک نکته وجود داره. نکته‌ای که هستش اینه که میتواند پلن بعدی، میتواند فاز بعدی این باشه که طرف‌های غربی به فکر نفوذ به حوزه آسیای مرکزی و قفقاز باشند. یعنی در حوزه حیاتی، در حوزه‌ای که تحت عنوان حوزه تنفسی چین و روسیه ازش داره یاد میشه، جای پای خودشون رو گسترش بدن، اعمال فشار کنن در این حوزه‌ها. برای چه؟ برای اینکه در جنگ‌های بعدی اهرم فشار سخته‌ای رو برای به نوعی اعمال فشار به روسیه و چین در اختیار داشته باشند. بله، شما ختم این جنگ را چگونه میبینین و در چقدر وقت میبینین؟ آقای روبیو گفته که در چند هفته دیگر این جنگ را خاتمه میبخشیم. چند لایه متفاوت ما باید عنصر زمان رو لحاظ کنیم. خیلی عنصر زمان در پیدایش این جنگ، در پایان این جنگ فکر میکنم که حائز اهمیت است. در لایه ابتدایی شاید لازم باشه ما به قلب واشنگتن و ایالات متحده بریم. انتخابات میان دوره‌ای امریکا در پیش است. انتخاباتی که در نوامبر قرار است برگزار بشه. گزارش‌های متعددی وجود داره، پیش از جنگ وجود داشت و منتشر شده بود
دال بر اینکه جمهوری خواهان احتمالاً در انتخابات میان دوره‌ای متحمل شکست خواهند شد. خب بنا به سنت سیاست امریکایی ها عمدتاً رؤسای جمهوری ایالات متحده در 2 سال انتهایی کار خودشون با وضعیتی تحت عنوان اردک لنگ مواجه میشن، وضعیتی که تسلط اون حزب حاکم بر کاخ سفید در کنگره و سنا به نوعی به چالش کشیده میشه. با توجه به آن چیزی که ظرف 6 ماه اخیر داریم دیدیم، مشخصا اگر بخوایم به اشاره کنیم فلگ یا پرچم این ماجرا در انتخاب شهردار نیویورک بود و نگرانی که رئیس مجلس نمایندگان امریکا ازش ابراز کرده بود در رابطه با شکست احتمالی جمهوری خواهان یا اون هشداری که دونالد ترامپ در کنگره اعضای محافظه‌کاران به نوعی مطرح کرده بود، یک نگرانی ویژه وجود داشت، اون هم تحت عنوان ترس از شکست نوامبر. اینجا یه اتفاق ویژه در حال وقوع است. ما میگوییم که در تحلیل وضع‌کشی‌های سیاسی امریکا قدرت رؤسای جمهوری ایالات متحده نه از دوره تفنگ جنگ‌های خارجی که از باک بنزین ماشین‌ها بیرون میاد، افزایش قیمت بنزین و فرسایشی شدن جنگ یعنی عنصر زمان برای امریکایی‌ها در اتمسفر داخلی خودشون به نوعی دردسرساز است. در لایه دوم مسئله‌ای که وجود داره این هستش که فرسایش جنگ و ادامه جنگ به نوعی هزینه‌های امریکا رو به شکل تصاعدی افزایش میده. آقای ودایی، اگر همینجا پرسان بکنم که بسیار ببخشش که این جنگ باعث چی خواهد شد؟ آیا تقویت نظام جمهوری اسلامی و یا هم تظاهرات و مسائل دیگر داخلی دیگر هم شاید گرم خواهد شد؟ آن چیزی که در نشریات امریکایی داریم مشاهده می‌کنیم، مشخصا به گزارش آکسیوس من میخوام استناد کنم درباره گفتگوی پرتنش آقای جی دی ونس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا و آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبین یک نکته هست و اون همینه که پکیج اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها به امریکا ارائه داده بودند درباره فعالیت گسل‌های اجتماعی رخ نداده. اون چیزی که تحت عنوان رستاخیز ناسیونالیسم ایرانی در جریان جنگ 12 روزه مشاهده کردیم الان هم به شکل ویژه در حال وقوع هستش. این اتحاد داخلی تاب‌آوری در بستر عنصر زمان خیلی اینجا تعیین کننده هستش. در نهایت نکته‌ای که وجود داره این هستش که تا این لحظه که ما با یکدیگر صحبت می‌کنیم و مدل رفتاری تهاجمی طرف مقابل در توسعه بانک اهداف خودش نشون میده که اونها نتونستن به اون چیزی که می‌خواستن حداقل تا این لحظه برسن. بنابراین نکته‌ای که وجود داره در فرایند پیش رو و فرسایش زمان مدل فشارگیری ایران به طرف مقابل هزینه‌های اونها رو افزایش میده. همه تاکید من اینجا اینه که شما نمیتوانید صرفاً به نگاه سیستمی خرد بسنده کنید. در نگاه کلان و متصل از نگاه سیستمی کلان رابطه بین الملل آن چیزی که وجود داره فشار سخت شرکای شرقی به موازات ایفای نقش ایران به عنوان قدرت مؤلفه‌ساز میتونه برای آمریکایی‌ها دردسرساز بشه. بله، همزمان با حمله بر ایران که آمریکا و اسرائیل انجام داده، پاکستان هم بر خاک افغانستان حمله های انجام داده است. آیا شما کدام بستگی را یا در کل یک لینک میبینید بین این دو حمله؟ ببینید نکته‌ای که وجود داره در حوزه افغانستان و پاکستان به عنوان دو همسایگی استراتژیک ایران، همسایگان شرقی ایران، ما متاسفانه شاهد زخم‌های قدیمی هستیم که این زخم‌ها گاه و بیگاه سر باز می‌کنند. تهران مشخصاً اون چیزی که من از برخی از دیپلمات‌های ارشد کشورمون شنیدم صراحتاً به دنبال این هستش که این دو کشور از هر گونه تنش و درگیری به نوعی خودداری کنن. اما اینکه همزمان با این اتفاق شده میتواند شیطنت طرفهای متخاصم و مداخله‌گر هم ایفای نقش کرده باشه. من هم یه تاکیدم اینجا این هستش که برخوردهای سخت بین کابل و اسلام آباد اتفاقی هستش که به نفع هیچ کدام از طرفین نیست.
شما چگونه میبینین آیا آمریکا پا به گریز از این جنگ است؟ چون چندین بار تاکید کردند که جنگ خاتمه پیدا میکنه، هم آقای ترامپ هم آقای مارک روبیو. نکته‌ای که وجود داره، ترامپ دوست داره غیر قابل پیش بینی باشه، همون گونه که در اعلام جنگ غیر قابل پیش بینی هست، در اعلام آتش بس هم تلاش میکنه غیر قابل پیش بینی باشه. امریکایی ها و شخصیت دونالد ترامپ هر لحظه ممکن است اعلام پایان جنگ بکنن با ادعایی که به آن چیزی که میخواستن رسیدن. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که نمیخواهند وارد تلنگ فرسایش زمان بشن، میخواهند هرچه سریعتر به اون نقطه مطلوب خودشون برسن. به یک توافق نیم بند هم احتمالاً امریکایی ها بسنده خواهند کرد. البته اینجا یک نکته وجود داره، تعارض منافع بین خواسته های واشنگتن و بین اون چیزی که تل‌آویو داره دنبال میکنن رو هم نباید در این فرایند نادیده بگیریم. بله، در کل نتیجه گیری چی است آقای ودایع؟ چی روزهای آینده چی صورت میگیرد؟ اتفاقی که داره رخ میده در خاورمیانه متأثر از فضای آنارشی روابط بین‌الملل هست. امریکایی ها به شخص دونالد ترامپ داره تلاش میکنه که ایفای نقش کنه در اون چارچوب. نکته ویژه اینجاست که رئیس جمهوری امریکا از شعار اول امریکای خودش در اردوگاه ماگاه به نمیتونیم بگیم که عدول کرده، ولی نکته‌ای که مسئله‌ای که به نمیتونیم بگیم وجود داره این هستش که آینده خاورمیانه، آینده غرب آسیا در همین فرایند جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رقم خواهد خورد. پس لرزه های این اتفاق فکر میکنم که تا مدت ها در سطح سیستمی خود و کلان تاثیر خودش رو خواهد. بله آقای ودایع، اگر به عنوان سوال آخرین پرسان کنم، بعد از ایران هدف آمریکا چی است؟ میخواهد چی انجام دهد؟ آیا به کشورهای دیگر مانند کیوبا و یا هم کشورهای دیگر را میخواهد تصرف کنه، یا هم عملیات نظامی انجام بده، و یا هم به یک شکل از اشکال مثل که تحلیلگرا میگن که آمریکا چشم داره به پایگاه هوایی بگرام ای را میخواهد تصرف کنن؟ ببینید، من همه تاکیدم اینجا این هستش که شما در لایه‌های متفاوت اما در هم تنیده باید به موضوع نگاه کنید. یعنی هر کدام از کیس ها یا پرونده ها دارای خاستگاه های خودش هستش. مدل رفتاری امریکا در نیمکره غربی به شدت متفاوت از اون چیزی هستش که ما در نیمکره شرقی داریم مشاهده میکنیم. من هم در رابطه با دکتر جیمز مورو دارم خدمت شما صحبت میکنم. امریکا قاعدتاً برای ساخت دژ مستحکم امریکا متسلط این خواهد شد که بعد از اینکه ماجرای ونزوئلا رو نمیتونیم اینجا نادیده بگیریم، شبیه اون الگو یا الگوریتم رو احتمالاً در ونزوئلا در کوبا اجرایی خواهد کرد. به این سمت میره که ضمن حفظ سیستم و ساختار حاکمیت تلاش میکنه که به نوعی منافع خودش رو با دولت جانشین که جایگزین به نوعی تعریف کنه. اما در رابطه با نیمکره شرقی، مدل اون چیزی که تحت عنوان امریکایی‌ها جراحی ازش یاد میکنه، مدل جراحی یا برخورد سخت اون متفاوت هست. امریکا نیاز به بک‌گراند داره برای چی؟ برای موقعیت ژئوپلیتیکی خاص این منطقه در جهت اعمال فشار به چینی‌ها. خب ما در خلال صحبتامون هم اشاره کردیم به افزایش اهمیت آسیای مرکزی و حوزه قفقاز. حالا به موازات اون پایگاه بک‌گراند میتونه در این حوزه برای امریکایی‌ها حائز اهمیت باشه، کما اینکه آقای دونالد ترامپ هم اشاره کرده بود پیش از اینکه خواهان بازگرداندن این پایگاه به امریکا شده. درست آقای ودایع، در برنامه از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزار هستم. بیننده های عزیز، انعکاس در همینجا به پایان رسید. تا دیدار دیگر، الله نگهدارتان.